از شکوهی جشن استقلال دل بیدار شو. خلق ما از پیک استقلال بس هوشیار شو. رشد و وسعت در ره فرهنگ ما را یار شد. نعمتی بس بی بهای هدیه دیدار شد. استقلالیت این شرف و ناموس وطنداری، سر بالا و شهرت و اعتبار ملت در عرصه جهانی است. استقلال هزارها مژده اقبال را به ملت تمدن بنیاد تاجیک ارمغان آورده است. اینک 30 مژده عمده ترین اقبال از 30 سال استقلال. 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری تاجیکستان کشوری صاحب استقلال شد. 2 مارس سال 1992 جمهوری تاجیکستان عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد گردید. 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به کار خود آغاز کرد و در همین اجلاسیه تقدیرساز فرزند ملت محترم امام علی رحمان سرور دولت انتخاب شد. 24 نوامبر سال 1992 پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید. 23 فوریه سال 1993 قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان تأسیس یافت. 28 دکبر سال 1993 نشان دولتی جمهوری تاجیکستان تصدیق کرده شد. 7 سپتامبر سال 1994 سرود ملی جمهوری تاجیکستان قبول گردید. 6 نوامبر سال 1994 با رایپرسی عمومی خلقی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان قبول شد. 27 ایون سال 1997 با تلاش های فداکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا شد و تاجیکستان به آشیان صلح و وحدت تبدیل یافت. سال 1999 1100 سالگی دولت متمرکز سامانیان و 90 سالگی مؤلف کتاب تاجیکان باباجان غفورов تجلیل گردید. 26 اکتبر سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان واحد نوی پل ملی کشور با نام سامانی به معاملات برآمد. از فیض استقلالیت ارجگذاری به شهرهای تاریخی به حکم عنعنه درآمد و 2500 سالگی استرفشان، 2700 سالگی کلاب، 3000 سالگی حصار و 5500 سالگی سرزم باستانی جشن گرفته شد. با تشبس‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و دستگیری اسامبله گنرالی سازمان ملل متحد سال 2003 سال بین المللی آب تازه، سال 2013 سال بین المللی همکاری
در ساحه آب. سالهای 2005 2015 10 ساله بین المللی عملیات آب برای حیات و سالهای 2018 2028 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلام گردید. از فیض استقلالیت سالگرد مولود سیماهای برجسته علم و ادب و سیاست از جمله ابو عبدالله رودکی، ناصر خسرو، مولانا جلال الدین بلخی، میر سعید علی همدانی، مولانا عبدالرحمن جامی، میرابید سیدای نصفی و کمال خوجندی با تنتنه تجلیل کرده شد. سال 2009 سال بزرگداشت پیشوای مذهب حنفی امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت اعلان شد. زبان تاجیکی مقام دولتی گرفت و قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان در تحریر نو قبول گردید. نقدهای استقلال، شهرستان، ختلان، دوستی و آزادی ساخته و استفاده داده شدند. راه‌های ماشینگردی دوشنبه خوجند چناب، عینی پنجکند، کلمه قراقرم، دوشنبه باختر کولاب، راه آهنی دوشنبه باختر تجدید و از نوسازی گردیدن. قطعه راه آهنی وحدت یابان بنیاد یافت و تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی برآمد. با بنیاد یافتن دو اگریگات نیروگاه برق آبی راغون و نیروگاه‌های خرد و بزرگ، استقلالیت انرژتیکی کشور تأمین گردید. صدها بناهای استقامتی، کارخانه‌های استحصالی، مکتب و باغچه‌های کودکان، بیمارخانه و مرکزهای سلامتی، کتابخانه و آثارخانه‌ها، تئاتر و فیلارمونیاهای خلقی، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، ورزشگاه و میدان و مجمعه‌های ورزشی و دیگر انشاءات ساخته شدند. قانون‌های ملی درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم و درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیه فرزند قبول گردیدند. جمهوری تاجیکستان عضو سازمان با نفوذ بین المللی، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای، سازمان عمومی جهانی سودا، سازمان عهدنامه امنیت دستجمعی، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان دولت‌های اسلامی گردید. پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه، شهر صلح و دوستی، مسکن فرهنگ و معرفت، خانه امید هر تاجیک و تاجیکستانی، عضو اسامبله بین الخلقی پایتخت‌ها و بزرگ شهرها، تشکیلات‌های بین الخلقی گردیده عین زمان با 18 شهر پیشرفته عالم پیمانی برادر شهری دارد. با تشبث پیشوای ملت تاجیک محترم امام علی رحمان به کشورهای حوزه نوروز، سازمان ملل متحد جشن ملی تاجیکان نوروز عجم را جشن بین المللی اعلام کرد. مجمع فرهنگی کاخ نوروز شهر دوشنبه بروی خط 8 معجزه سازمان همکاری شانگهای وارد گردید. با اعلان گردیدن سال 2018 سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و سالهای 2019 2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، اینفراساختار سیاحی کشور و هنرهای بدیعی خلقی رشد کرد.
یادگاری‌های تاریخی و معماری و طبیعی معرفی شدند و برای رشد محل زمینه‌های مساعد فراهم آمد. نام اکثر شهر و ناحیه‌ها و محل‌های اهالی نشین عوض و به نام قهرمانان تاجیکستان، چهره‌های ماندگار علم و ادب و سیاست تاجیک گذاشته شد یا نام تاریخی آنها برقرار گردید. از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، صناعت کنونی با سرعت مملکت همچون هدف چهارم استراتژی تاجیکستان اعلام گردید که مقصد از آن پیشرفت بیشتری ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق است. وسعت بی‌میلان کارهای آبادانی و سازندگی، بنیادکاری و شکوفایی و استقبال 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، آزمون‌های جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، این فروغ معرفت و دیگر تدبیرهای علمی و معرفتی باعث رشد تازه مملکت و فضای فرهنگی آن گردید. تجلیل با شکوه امروزه از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، تجلیل دستاوردهای بی‌نظیر دوران صاحب استقلالی وطن محبوب ما، خانه امید ما، تاجیکستان عزیز و با جان برابر است. زیهی ای وارثی ارزنده‌ای اجداد سامانی، هویدا است اندر چهرتان انوار رحمانی، زیبسکی روح پاکی رفتگان را شاد بنموده، یقین در صفحه تاریخ ملت جاویدان مانه. چشمساران چشمساری یافتند، آبشاران آبشاری یافتند، کوه‌ها در دامن خورشیدها تخت داری تاجداری یافتند، کشوری شادی ز نو بنیاد شد، راه آبادی ز نو ایجاد شد، بوی جوی مولیان آمد به یاد، یادی یاری مهربانم شاد شد، خلق تاجیک تاجیکان را باز خواند، قصه ای آزادگان را باز خواند، تاجیکستان باز کرد آغوش خود، تاجیکانی هر مکان را باز خواند. این محبت این سعادت زنده باد، صبح استقلال ملت زنده باد. Pakistan
همایون باد استقلالی تاجیک، دلی از فخر مالا مالی تاجیک. همایون باد استقلالی تاجیک، دلی از فخر مالا مالی تاجیک. پیامی سبزارت کفتریش، بگوشی ملتی خوشحالی تاجیک. پیامی سبزارت کفتریش، بگوشی ملتی خوشحالی تاجیک. همایون باد استقلالی تاجیک. جهانی تاجیکان شد رنگ در رنگ، خجسته می شود اقبالی تاجیک. جهانی تاجیکان شد رنگ در رنگ، خجسته می شود اقبالی تاجیک. طلوعی تازش آمد دوباره، زیبدی عالی سامان عالی تاجیک. طلوعی تازش آمد دوباره، زیبدی عالی سامان عالی تاجیک. همایون باد استقلالی تاجیک. رهی فردای میلاد گشت پر نور، زی فیضی خنده ای اطفالی تاجیک. رهی فردای میلاد گشت پر نور، زی فیضی خنده ای اطفالی تاجیک. وطن دار و وطن را دوست بدار، وطن داری بود آمالی تاجیک. وطن دار و وطن را دوست بدار، وطن داری بود آمالی تاجیک. همایون باد استقلالی تاجیک، دلی از فخر مالا مالی تاجیک. پیامی سبزارت کفتری عشق، بگوشی ملتی خوشحالی تاجیک. پیامی سبزارت کفتری عشق، بگوشی ملتی خوشحالی تاجیک. همایون باد استقلالی تاجیک. تاجیکستان کشوری آزاد تو، نوری چشم و خانه ای آباد تو، نوری چشم و خانه ای آباد تو. سینه ای هر کوه را بشکافتم، سینه ای هر کوه را بشکافتم. با متانت بازوی فرهاد تو، با متانت بازوی فرهاد تو. نیروگاهایت چراغان کردن، راهایت وصل یاران کردن. نیروگاهایت چراغان کردن، راهایت وصل یاران کردن. سرزمینی عصرها خوابیده را، چشمهایت باغ و بستان کردن، چشمهایت باغ و بستان کردن. شکر
وطن، شکر فرزندان بیداری وطن، شکر فرزندان بیداری وطن. خوش ابروش برد از دلم هوش، امو بچه خوش ابروش برد از دلم هوش. چشمک میزنه سویم با چشمانی آهوش، چشمک میزنه سویم با چشمانی آهوش. عجب قدش بلنده بدلکم پسنده، عجب قدش بلنده بدلکم پسنده. در دستکی راستش ساعتی بلنده، در دستکی راستش ساعتی بلنده، در دستکی راستش. راستش نمیدانم از کدام دیگاره، چشمکش خماره صبری دلکم برده، دلکم کشاله شوخی بیقراره. صبری دلکم برده، دلکم کشاله شوخی بیقراره. دلیاب نمیشم بپرسم نامش، دلیاب نمیشم بپرسم نامش. چی چاره کنم به خود بسازم رامش. دلکم ملاله خیلی مزه داره، سراغش کنم یانه او از سواره، از پش بیقراره. سراغش کنم یانه او از سواره، از پش بیقراره. میسوزم و میسازم کاش بشنود آوازم، میسوزم و میسازم کاش بشنود آوازم. او شوخکی بی پروا مچوم در چی خیاله، یا عاشقی زاره یا عاشقی زاره یا عاشقی زاره یا عاشقی زاره. امو بچه خوش ابروش برد از دلم هوش، امو بچه خوش ابروش برد از دلم هوش. چشمک میزنه سویم با چشمانی آهوش، چشمک میزنه سویم با چشمانی آهوش. عجب قدش بلنده بدلکم پسنده، عجب قدش بلنده بدلکم پسنده.